من نظرم این است و اکثر کارشناسان اکثر سیاستمداران بر این نظر هستند که روز به روز مردم تاجیک ملت تاجیک بیدار شده ایستاده است، نیروی ما بیشتر شده ایستاده است، مردم حق خود را طلب کرده ایستاده است، جسارت مردم بیشتر شده ایستاده است. هیچ نفهمید یگان نویگری نشده شما باز نویگری شما یا بی‌بردی شما ما ایوای ما چیزی شورد گذاشتیم که ما انتظار بدیم که اون نویگری میشه همه کنگی گپی کنگی ما فهمیدن که چرا با مردم بیان نمیکنن، با مردم نزدیکتر صحبت نمیکنن. ای مردم درد مردم فهمیدن از دهن وزیران، از دهن دپوتاتان، از دهن مردم فهمن که مردم چی پرابلم داره. کمبودی مردم مهاجر را یاردم کنن، نه اینکه وظیفه را بگیرن در کرسی بشینن. خود پس закон با تمام سر این قانون برای یک کمبغل نیست، قانون برای همه مثلا خود گنرال خود پروکرور همه دست قانون یک نه اگه پول کنی کار کجا کار میکنه و زمان جو کار کردیسه باید همین رشوه‌گیری و همین فساقی و همه چه باید از بین برن. حقیقت رو باید گفت، برای که ما باید اگر حق نگوییم خودش این دشمنی به همین خودمونه، به خود ملتمونه، به خود دولتمونه. من مردم خوب رفتار کنم، ما خیلی طلب داریم. من خواهان آنم که جای کار بسیار شود، بیکارا با زواد و فابریکه ها بسیار به کار درآید. همین رو میخوام شنوم از پیام. من غم خلق خورم، انصاف خود کار کنم، رشوه نگیرم. البته در برابر این ما را ضرور است که با در نظر داشت شرایط امروزه قوای مسلح خود را از نو سازی کنیم و آنها را با تکنیک و لوازمات پیشرفته حربی تامین نماییم. تاکید می سازم که در حالت تیاری دائمی جنگی قرار داشتن قواهای مسلح کفالت واقعی حمایت کردن دولت از همه گونه تهدید و خطر را می‌باشد. اما وقتی که یک دیکتاتور به یک حالت مریضی میرسد و از همه چی میترسد، پیش از همه برای خودش اول میاد دشمنها را معین میکند که دشمنی من کیست یا دشمنی من چیست. بعد وقتی که در اون ذهن مریضش دشمن و دوستها را معین کرد و تمام کسایی را که دشمن میداند بر ضد آن مبارزه میبرد. مثلا یک دیکتاتور که از فقط تلاش برای حفظ قدرت است، میترسد که از سر منصب برود، اول میاد دشمن کی رو معین میکند. یکم دشمنش اپوزیسیون است. برای چی؟ برای که اپوزیسیون میخواد قدرت رو از دست او بگیرد. این نفر یا حزبی که میخواد قدرت رو از دست من بگیرد، پس این دشمنی من است. در یک کشور دموکراتی این دشمن نیست، این عادی است. این حق قانونی هر شهروند و هر حزب است که بیاد پرزیدنت شود. دوم آزادی دشمن است. میگه که مردم که آزاد شد، مردم آزادانه صحبت کرد، این مرا قدرت رو از دست میگیرد. پس آزادی دشمنی من است. میاد آزادی رو محدود میکنه. باید ساختار دولتداری مثلا یک آدم 2 سال مثال نداره و سردار پرزیدنت شود. بود یا بگذار دیگه آدم سر قدر دیگه پارتیات با سر حکومت بیان. یک آدم بسیار در سر دولت مود به آدم ها را شون میشه. پس چرا میبینید که اینفرماسیا گفتی خودتون اطلاعات، دانش، علم دشمن است. چون مردم باسواد شد، مردم اطلاعات را گرفت، مردم اخبار را شنید از طریق اینترنت، از طریق تلویزیون، از طریق مطبوعات آزاد. پس میگه حکومت من ضعیف میشود، اینا قدرت را از دست من میگیرن، با دروغ‌های من باور نمیکنن. پس اینها رو دشمن میحسابد. میاد اینترنت براش دشمن است، اطلاعات براش دشمن است، آزادی بیان براش دشمن است، حزب‌های سیاسی مستقل براش دشمن است، شخصیت‌های مستقل و قوی سیاسی که میتوانند پرزیدنت شوند براش دشمن است و این دشمن‌ها را در ذهنش اول با وجود میارد، بعد شروع میکند به مبارزه و به محدود کردن تمام این دشمن‌های خودش که در ذهنش با وجود آورده است. بیاید این مشورت رو کنیم. شما یک چند ماه دیگر با همین سرعت، با همون جسارتی که هست، این پشتیبانی خود را، کمک خود را از برادران مبارز ادامه بدهید، حرف دل خود را بیشتر بگوید، تا اینکه الان اگر تصور کنیم که مردم تاجیکستان 5% بیدار شد در همین 2-3 ماه گذشته، ما حداقل این سطح را به یک درصدی مثلا 15-20% مردم برسانیم که احساس کردیم که
مردم واقعا بیدار شده ایستادند. مردم دیگر ظلم را طاقت ندارند. مردم جسور شده است. مردم از رشوه‌خوری و ظلم میلیسیونرها و معلم‌ها و وزیرها و دیگر مسئولان دولتی الکی بیزار شده است و این را آشکار کرده ایستاده است. در اون صورت میتوان با باوری تمام و با یک احساس مسئولیت درباره اقدام‌های جدی‌تر با مردم صحبت کرد.